دوستان ارجمند، همدیاران عزتمند، درود به همه شما. برنامه زنده سرایی است به عنوان زمزمه مهر از تلویزیون فرهنگی سفینه منظور شما و مهمان ما هستند هنرمند محبوب دلها که از شهر کولاب باستانی با برنامه ما آمدن. عبدالرؤوف سلطان، شما را خیر مقدم میگویم. تشکر که با برنامه ما آمدید. شما خوب هستید؟ رحمت می شود. تن صحت باشید. خوب، در آغاز برنامه سلام و پیام خویش را به هموطنان عزیز رسانید، بعدا شروع میکنیم. السلام علیکم. همدیاران عزیز، ما را دعوت کردند، ما بسیار خرسند شدیم که در این تلویزیون سفینه امروز شرکت ورزیم. حرکت میکنیم که از هنر خود بر شما شادی ببخشیم. بله، سلامت باشند. خب دوستان خوب و نازنین، میزبانی ایشان را من سید انور بابا جان برداشت دارم در برنامه امروزه و چون شروع برنامه است با یک ترانه آغاز کنیم. گمان میکنم کار رنگ دیگر میگیرد و ما ذوق بیننده را به دست آورده میتوانیم. آماده هستید؟ مرحمت، خواهش میکنم. تو مرا زیاب و گیر ساخته ای، در ورطه محنت غم انداخته ای. مخلوقی تو هم مرا به کسوا مگذار، تاوان به کی میکنی که خود ساخته ای. چنان کن که پریشان نشویم، محتاج برادران و خویشان نشویم. از بحر خطت برای ما رزق ده، تا از دری تو به دری ایشان نشویم. تا از دری تو به دری ایشان نشویم. سالها بر سری خاک ما رود، این آبی چشم آید و بادی صبا رودی. این پنجره مهلتی ایام آدمی، بر خاک دیگران با تکبر چرا رودی. بر خاک دیگران تکبر چرا رودی. دشمن چو بیگذری شادی مکن که با تو همین ماجرا رودی. شادی مکن که با تو همین ماجرا رودی.
جوانی حسنی عمل اعتبار نه سعدی مگر قصایه‌ای لطفی خدا رودی سعدی مگر قصایه‌ای لطفی خدا رودی تشکر زیاد، سلامت باشن. بسیار سپاس و میخواهم پرسیده باشم که چون موی سر خیش رو سفید کرده در جاده هنر، عمر خیش رو سفری کرده در این دنیایی که از انسان پیش از همه زحمت و مشقت های پیوستگی را طلب میکند، دل مانده نشدید؟ نه، هزار بار شکر خداوند این دور و زمان رو هفت پشتی ما دیدگی نیست. این خیلی دور و زمانی تنج و امانی و سری و پری که اینقدر وطن خوب داریم. این تنجی و امانی اینقدر کارها آسان شدن، اینقدر تکنیک ها را ببینید، این کارها بسیار ندیدن. گذشته های ما این خیلی را دیدگی نیستن. هر ساعت شکرانه این دور زمان کردن در کار. بله، هنر را رشد دادن در کار. بله 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 بله، تشکر زیاد. خب کجا فعالیت کردید از آبان جوانی؟ در کدام انسمبل ها؟ من در این چیزی صنعت کار نکردم. من راننده بودم. یک 20-25 سال خود را در ساختمان راه و کوپر پل ما صرف کردیم. سر در همین راه سازی. بله. خب دوست داشتن هنر این البته از روی شوق بود. در شوق، بله بله. ما اولادان که از پدر و بابمون همین هنر هسته خیلی بازه که همون گاه در دست میگیریم. چیزی که اولادی میاید. بله. مکتبی همون یا که خدشه دارم. بله. با جدا مختلفی نیستیم. لیکن من چه بگم، استادای ما همه یمی حافظای گذشته سر کرده از اکا شریف جورایف، عبدالله ناظریف، ظفر ناظم، آدینه هاشم، بعضی چیزای خیلی تربیه میخواندن. جورابیگ مرادوف بسیار تربیه زمین نانده زهارا چیده میمالم بچه بسیار بود تاثیر میکرد. عموما حافظ این یک نصیحتگره. بله. برای که همون بزرگای ما هم کلاسیک های ما هم فقط نصیحت کردن به راه راست، به راه جوانمردی، به راه وطن دوستی، راه مادر و پدر را حرمت کردن، مهر محبت به یکدیگر. چون گفتید که اولادن هنرمند هستند خانواده ما و ما در برابر اونی که کسب دیگر داشتیم، کسب راهسازی و دیگر، خب چون در خون که بود پیوسته برای خوشحالی اهل خانواده، برای حق و همسایه ها ترانه سرایی میکردید. بله بله. خب پس از خانواده نبیره ها و فرزندان آیا این کسب را ادامه دادند؟ آیا فعالیت کردند و یا نه؟ هستن. یک بچم محمد نعیم میرود معرکه را میگذارد، قصبه کار میکند. قصبه باز محمد جانم کلیجه کار میکنه، اما همه هم چرابینه همجوره میگذارند. خیلی پیش او پرسیدن که دوباره چطور میشه؟ نبیرتون گویا که اما فرزندی برادرمون دادرمون، لکه همه و مرا آتای کلانی و چای کلانی نام میگیرن، همچون فرزند مونن تربیت کردید. خب تشکر زیاد. پس باز بیننده رو منتظر نمیسازم، یک ترانه دیگر پیشنهاد میکنیم، بعدا با سوال. مجلس ما دیگر امروز به بوستان ماند،
عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. می حلال است کسی را که بود خانه بهشت، خاص از دستی حریفی که بر رضوان ماند. آهای تنه بر حیرت سعدی هنه به انصاف زدی، کس چنین روی نبیند و نه حیران ماند. مجلسی ما دیگر امروز به بوستان با ندهی. مخموری جامی عشقم ساقی بیده شرابی، پر کن قدح که به می مجلس ندارد آبی، پر کن قدح که به می مجلس ندارد آبی. و سرخی چه ماهش در پرده راست ناید، و سرخی چه ماهش در پرده راست ناید. مطری بیزن نوایی ساقی بیده شرابی، مطری بیزن نوایی ساقی بیده شرابی. شد حلق قامتی من تو بعد از این رقیبت، شد حلق قامتی من تا بعد از این رقیبت. زین در دیگر نراند ما را به هیچ بابی، زین در دیگر نراند ما را به هیچ بابی. هر در انتظاری رویش ما امیدواری، در انتظاری رویش ما امیدواری. در عشوه وصالش ما و خیال خوابی، در عشوه وصالش ما و خیال خوابی. مخموری آن دو چشمم آیا کجاست جامه، مخموری آن دو چشمم آیا کجاست جامه. بیماری آن دلرم آخر کم از جوابی، بیماری آن دلرم آخر کم از جوابی. حافظ حافظ چی منهی دل تو در خیالی خوبان، حافظ چی منهی دل تو در خیالی خوبان. کی تشنه سیر گردد ازم ای سرابی، کی تشنه سیر گردد ازم ای سرابی. مخموری جامی عشقم، مخموری جامی عشقم ساقی بیده شرابه. پر کن قدح که به من مجلس ندارد آبه، پر کن قدح که به من مجلس ندارد آبه. مهری تو در دلی من مانند جا نشسته، همچون منت به هر سو صد ناتوان نشسته، همچون منت به هر سو صد ناتوان نشسته. من با دو چشم گریان پیوسته در فراقت، من با دو چشم گریان پیوسته در فراقت. تو شادمان خورم با دیگران نشسته، تو شادمان خورم با دیگران نشسته.
جایان است گر خون چکند دیده زی خود جایان است تا کی تواند دیدن با این آن نشسته تا کی تواند دیدن با این آن نشسته یک شبکل قیما گر بگذری ببینی گرد فراق منت بر خان ما نشسته گرد فراق منت بر خان ما نشسته بخرام سوی گلشن تا طرف ببینی بخرام سوی گلشن تا طرف ببینی بلبل زی شوقی رویت ناله کنان نشسته بلبل زی شوقی رویت ناله کنان نشسته آیا بود که بینم روز بکا میخیشد از دشمنان بریده با دوستان نشسته از دشمنان بریده با دوستان نشسته چون گردی ره نگارا عمرت تا که خسرو چون گردی ره نگارا عمرت تا که خسرو از بحر پای بوسد بر آستان نشسته از بحر پای بوسد بر آستان نشسته مهری تو در دلی من مانندی جان نشسته ای خب سپاس به اندازه صداتون هرگز خستگی را نبیند چون خانواده شما را در شهر کلابی باستانی و حتی در شهر دوشنبه و در دیگر منطقه های تاجیکستان با لقب بلبل میشناسند. خب میخواهم همین را برای بیننده ما روشنی اندازید که از کجا پیدا شد و تا هنوزم ادامه دارد. شاید بیننده ما شاید دوستان شما منتظر پاسخ همین سوال باشند. تقریبا همین وقتی که در گاوره بودم خیلی طفل در گاوره یک بازی کودکانه چی همی آوازی همی شیرینی داره که با خودش گپ نمیداند سخنه لکن قدقد بکدم تری با خودش اما چه خیلی شیرین توفت از پدرم ده بلبلیاتا 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 همو لقب ای گاوره منتظر باشه عبدالرؤوف نامی با امکم بدستم کلان از پدرم با گاه وقت اکجانم میگفت لکن همه بسیار این بلبل میشناسن. بله بله بله. خب از همون زمان گهواره شروع شد. بله بله. بله خب شاید که دعای پدرم مستجاب شد که دو راه را انتخاب کردید. خب اکنون میخواهم دانسته باشم که سرود خواندن به شما چی راحت میبخشد؟ سبک میشوید؟ فارغ میشوید از تشویش های روزگار؟ چگونه؟ خیلی عصبا را آرام میکنه. او یک چیزی که در همون قلب است اولادی همی بیکارم که مانی وقتا میده میده زمزمه میکنی دل تسکین میوه. بله. همون گویا که عصبا را آرام میکنم. ما همین خیلی میفهمم. بله بله. خب شاید همین دوست داشتن هنر است که از ایجادیات بزرگانم آگاه هستید. خب کوشش میکنید که شعرهای بلند مضمون سراید همین گونه؟ بله بله. خب بیشتر کی رو ورق گردان میکنید؟ کتاب کی رو؟ من سعدی شیرازی دارم، اون حافظ، مولانا جامی، های بیجیل همون از همین کلاسیکا حسن دیلوی، خسروی دیلوی همین چرا هسته بعد ورق میزنیم وقت. بله بله. خب تشکر زیاد. چون پیشتر ارائه کردید که تقریبا که زیادی عمر خویش را صرف کردم در جاده ساختمان راه سازی و دیگر چیزا و در این برابر دوستدار هنر هستید، یعنی که این مشغولیت دویومتان. همین دو پیروها برای شما چی هدیه کرد؟ یکی جاده هنر، دیگر جاده ساختمان. خیلی مهنت کردیم، نان حلال یافتیم، زنده با فرزندان را کار کردیم. خب ما ساختمان راه بود یک بهترین که خیلی
آدم ها با بالای کپرک میرن دره میروند. دعای خیر. این بسیار کپرک ساختن، راه ساختن بسیار یک ثوابی خلا نبیوی برای نیکو احوالی خلق، برای وطن اینها یک کار خیر است. بزرگ یک کار سر میکنیم. اوجدا راسوس خان در کارمو مایده بده میمو بالا چگینا که میخمید خاکش تازانو را پیش آوری میدوید. حاضر جدا او تاریخ خاک نمیوید گدایی رو. ما یاد داریم قشلاقو دا خیلی چگینا دا که بار میکردن خیلی گندمشون بار میکردن. ما کم فساد شده با سوار همون شیریم خاک میدوید. حاضر خیلی فکر میکنیم اون سالا را به این سالا زمین تاسون فرق کرد. خب انتخاب دوم چی هدیه کرد؟ جدای هنر. هنر خیلی ما ناراضی نیستیم برای خلق. ما او دوره خیلی میرفتیم معرکه را میگذراندیم. بسیار خرسان میشدن ما را دعای خیر میدادن. ما هیچ طلب هم نمیکردیم. راستی گفته این حالی شنونده و بگوش میکنن همین قدر معرکه های توی را گذراندیم. یگان تشگان چیز خیلی یگان چیز اگر میداد توفا میکردن خیلی نمیکتیم نباشم ما طلب کردن همون دعای همون دم بس بود. بله خب سلامت باشید. بسیار تشکر و باز هم میخواهیم چون مهمان شده اکنون تابع ما رو بالیده گردونید همراه بیننده های عزیزیم و باز یک ترانه دیگر و با گمانم که از مشمشی شروع برنامه درک کرده بودم که از بابای آدینه هاشمی هم چیزی میخونید. بسیار چیزا را از او آموختیم. از بس گفتیم که همین حافظا را گوش میکردیم اکه آدینه میخوند بسیار خیلی مخلصش بودیم. بله. و هم پدر ما و پدر او بسیار جورای سخت بودن و نیمدره بسیار میرفتن پدر ما. ما از اکه آدینه بسیار چیزا را آموختگیم که همی رفتی سخن گفتن تلفظی همو شعر به آهنگ. افسوس که ما قطعی کار نکردیم. بسیار چیزا را از خود میکردیم. خب حالا از ایجاد ایشون نگون شعر میسروید؟ مایلش باشه مرحبا. دردا که دیگر ما را آن یار نمی پرسد احوالی دلی پرخون دلدار نمی پرسد احوالی دلی پرخون دلدار نمی پرسد می پرسم می جویم در هر قدم صدره میپرسم میجویم در هر قدم صدره او خود به همه عمره یک بار نمیپرسد او خود به همه عمره یک بار نمیپرسد. یاری ها با ما سخن میگو پارت سری یاری ها با ما سخن میگو امسال بدش نامه چون پار نمی پرسند امسال بدش نامه چون پار نمی هم بیماری شبی حجرم آن مه طبیبی من
بیماری شبی حجرم آن مه طبیبی من دردا کی طبیبی من بیمار نمی پرسد دردا کی طبیبی من بیمار نمی پرسد گر یار نمی پرسد کم سوز ای خسرو گر یار نمی پرسد کم سوز ای خسرو شاه است گدایان را از آر نمی پرسد شاه است گدایان را از آر نمی پرسد دردا کی دیگر ما را آن یار نمی پرسد. جوانی دوباره تکرار می شد. اگر کدام راه را انتخاب میکردید؟ ساختمان و یا هنر؟ جوانی اولا که خیلی تکرار نمیشه. افسوس که تکرار نمیشه. تکرار نمیشه، لیکن بسیار امون مهنت به ما معقول بودن، راه ساختن امون بسیار مهنت کردیم تا حاضرم امون میفورد که امون جوان شوم راه ساز کنم. ولی به هر صورت این کسب را نیز دوست می‌دارید. خیلی بخدمون با بله بله. بله. خب نصیحت به فرزندان و به نبیره ها و به حق و همسایه ها چگونه است در جدای هنر؟ خیلی نصیحت میکنیم که اون بچم راست روین، خیلی مهنتی حلال کنید. بله. میر محبت با پدر و مادر، با یار و دوستا، با خویش تبارا، با وطن. بله. همه یارا باید که تا وقتی که زنده ای باید که در نیکی حرکت کنی که از تو یک کس یا که از تو یک کس خرسند شود که این بسیار مهنت دوست است. بله. در راه راست می رود با فرزنده. بله. خب سازی دوتا رو چگونه یاد گرفتید؟ این خیلی پدرمان دوتار می نواخت، ما هم کم مشق می کردیم. اساسی همو ای خوردی که اونجا یعنی شوق کی بود؟ کشال میکرد، اون میگو که نرسه، هیچ که نرسه که ویران میکن میشه که ما هم گاه هم میگوشیم کم می نواختیم. استاد هم ذوق هست. بله بله بله. خب بندشه شما هم چون پیری کار، امروز جوان تاجیک، امروز فرزندان این ملت چگونه باید شکرگزار از این آبادی و از این شکوفایی دیار باشند و چگونه باید در این وطن فعالیت کنند؟ خیلی در کجایی که نباشند، در وطن خود است، در وطن دیگر، در کجایی که نباشند باید که نامی تاجیک را بد نکنند. بله. نامی تاجیکستان را بد نکنند. در کجایی باشند خود نمونه باشند که این فرزند تاجیک است، هیچ خیلی هنر دارد، چه خیلی راست قول است، خیانت نمی کند و در کجایی که باشد باید که او را حرمت کنند. در کجایی که کار کنی اول یک میسنجر میکنند، دیدن که همین تو با باوری را هستی، هر کار را باورت میکنند. اما تازگی، حقیقت، محبت همه همیو با آدم چون آب و هوا ضرور است. بله. برای که بگوی پیش برای کارم سلامتی خوب باشه، اما یک کس دعای خیرت میکنه برکت میابی. بله بله بله. تشکر زیاد برای یک صحبت خوب. با تلویزیون سفینه خوش آمدید
و باور دارم که طبع بیننده ما را با پیشنهاد ترانه هاتان شاد کردید. خب امیدوار آن هستیم که این آخرین صحبت ما و شما سر این سفره نباشد. بازم با ترانه های جدید، بازم با دلی پر از خرسندی مهمان ما شوید. همین گونه ترانه سرایی کنیم، همین گونه قصه گویی کنیم، همین گونه از پیروزی و موفقیت همدیگر و وطن عزیزمون حرف زده باشه. زنده باشند. با یک ترانه دیگر با پیشنهاد شما برنامه را حسن انجام میبخشیم. مرحمت. زندگی از جسم جانی مادران سر می شود، همچنان که حاصل از خورشید آذر می شود. ما همه پرورده شیری سفید مادریم، کی به شیری او برابر آبی کوثر می شود. کشته صحرای مادر دانی اندر دست مهر، نیکبختان کس در این صحرا در اوگر می شود. زابی چشمی مادران از بری فرزندان بیریخت، اشک باران ار شود روی جهان تر می شود. مادران را نیز امثال در این دنیا، فقط مادری دیگر وطن با او برابر می شود. گردای مادرش گیرد خلیلی هر کسی، خاک را گیرد به کف خاکی سیاه زر می شود. گردای مادرش گیرد خلیلی هر کسی، خاک را گیرد به کف خاکی سیاه زر می شودی. دوستان ارجمند با شما خیر خوش میکنیم و با تمنای اونه که در نشرهای من بعده برنامه دیده به دیدار هم برسیم. خانه آباد باشید، تنتان صحت باشد، سرفرازی نصیبتان خیر.